سابقه بریک تموم شد. بچه‌مو مهد بفرستم یا نفرستم؟ سلام. اگه از من میپرسین به عنوان مربی من میگم بفرستین. خب من والدی هستم که تایم آزاد دارم، شاغل نیستم، یا نه من امکان اینو دارم که پرستار شخصی بگیرم برای بچم. چرا باید بچه‌مو اذیت بکنم، از خواب نازش بیدارش کنم، ببرم و بیارمش من؟ تحقیقاتی انجام شده بر اساس مزایایی که وجود داره که ما بچه‌مون رو قبل از سن ورود به مدرسه بفرستیم مهد، که لینکش رو من برای شما میذارم. خودتونم میتونین یه سر به این تحقیقات بزنین. یه چیزای کوچولویی هم بر اساس تجربیات خودم به عنوان مربی اضافه میکنم. اولین مزیت اینه که بچه شما مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی توسعه پیدا میکنه، کنار همسن و سالاش قرار میگیره و یاد میگیره آدم‌ها با تمام تفاوت‌های شخصیتی و رفتاری چجوری من باید باهاشون همدلی کنم، بهشون گوش بدم، باهاشون تعامل کنم، مذاکره کنم. تمام اینها رو از کنار همسن و سالاش و توی مهد یاد میگیره که در آینده کمکش میگیره که بازی‌های گروهی رو چطوری انجام بده، از بین این گروه چطوری دوست صمیمی پیدا بکنه. تمام اینها بهش کمک میکنه. بچه من آماده میشه برای ورود به مدرسه. مهد کودک با تمام تفاوت‌هایی که دارن یه سری مفاهیم پایه‌ای رو با بچه‌ها کار میکنن. البته در مورد این تفاوت‌های بیسیک مهد کودک‌ها بعداً با هم صحبت می‌کنیم، ولی یه سری مفاهیم پایه‌ای آموزشی رو با بچه‌ها کار میکنن که بعداً توی مدرسه بهشون کمک میکنه، مثل مفاهیم پایه‌ای ریاضی، نوشتاری، حل مسئله، تفکر و تمام اینها توی مهد کودک در دسترس بچه است. مهد کودک کمک میکنه بچه مهارت‌های زبانیش رشد پیدا بکنه. غیر از این مهد کودک باعث تقویت خلاقیت بچه و همینطور توسعه شخصی و فردی بچه میشه. بچه من توی مهد کودک فعالیت‌هایی داره مثل نقاشی، بازی با دوستان، موسیقی، حل مسئله. تمام اینا به بچه من کمک میکنه. جدای از اون به مهد کودک اجازه میدم بچه من یه سری از کارا رو خودش انجام بده که شاید من والد از سر دلسوزی اجازه ندم که این اتفاق بیفته و این باعث میشه که اعتماد به نفسش هم رشد پیدا بکنه. بچه من از لحاظ عاطفی رشد پیدا میکنه. وقتی که بچه میره مهد کودک مستقل‌تر میشه از لحاظ عاطفی. قرار نیست همیشه کنار من باشه، یه تایمایی رو باید مستقل باشه، وابسته به من نباشه. غیر از این مهد کودک باعث میشه که فشار روانی برای من والد کمتر بشه. اگر شاغل نیستم تمام تایمم با بچه بگذرونم فرسوده میشه روح روانم، خسته میشم. تایمی رو نیاز دارم که رفرش کنم خودمو، که تایم با کیفیت تری رو بعد با بچم بگذرونم. اگر شاغل هستم محیط امنی وجود داره که میتونم بدون استرس بچه‌مو بذارم. علاوه بر این مهد کودک یه فرصت آموزشی برابر به بچه‌ها میده. بچه‌ها با تمام تفاوت‌هایی که در خانواده‌ها هست از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، در مهد کودک یه آموزش توی یه لول و سطحی رو میگیرن. مربی‌هایی هستن که آموزش دیدن که با بچه‌ها کار کنن، چارت آموزشی دارن که چه مفاهیمی رو با بچه‌ها کار بکنن. پس بچه من امکان و دسترسی به اینها داره. خب تمام اینا مزیته. به علاوه بچه من زندگیش یه روتین خیلی خوب پیدا میکنه. سر یه تایمی میخوابه، سر یه تایمی بیدار میشه، تغذیه و اسنکش رو سر تایم میخوره. با توجه به تمام این مزیت‌ها و اینکه من قراره یه بچه ناتوان بار نیارم، بچه‌ای رو بار بیارم که بتونه برای ورود به جامعه آماده بشه. نگران نباشین، با خیال راحت بچه‌ها رو بفرستین مهد کودک.